من این آبان ماه 40 سالم میشه و 3 تا مکمل همیشه توی روتینم هستن که واقعا فرقشون رو توی بدنم احساس کردم. اولی کریاتینه. کریاتین فقط برای عضله‌سازی نیست، برای خانم‌ها حتی مهمتر از آقایونه، چون بدن ما به طور طبیعی ذخیره کریاتین کمتری داره. تحقیقات نشون میده که کریاتین به دوران قاعدگی و حتی یائسگی خیلی کمک میکنه. برای مغز و سیستم عصبی خیلی مهمه. سطح منبع انرژی سلول رو بالا میبره، انرژی بیشتری برای تمرین داشته باشی. مکمل بعدی کلاژنه که مهمترین پروتئین ساختاری بدنه، چون بعد 30 سالگی تولیدش به مرور کم میشه. کلاژن کمک میکنه درد مفاصل کمتر بشه، رشد مو و ناخن بهتر بشه، پوست شفاف بمونه و حتی به ترمیم عضله‌ها بعد تمرین کمک کنه. و آخرین منیزیمه. خیلی از خانم‌های بالای 35 دچار کمبود منیزیم هستن و نمیدونن. منیزیم برای بیش از 300 واکنش بیوشیمیایی توی بدن ضروریه. برای آرامش اعصاب و کاهش استرس خیلی کمک میکنه، خوابو عمیق‌تر میکنه و به کاهش گرفتگی عضلات به ویژه قبل یا حین پریود کمک و خیلی مهمه برای تعادل هورمونی برای دوران پیش یائسگی.